سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 5 فوریه تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز. در این برنامه در یک سال اخیر در تاجیکستان 5 از 10 تن مواد مخدر مصادره کردند. شکستن یخا بعد سالیان جنگ سرد بین تاجیکستان و قرقیزستان. حمله هوایی امریکا به 85 هدف مربوط به نیروهای قدس ایران در عراق و سوریه. صدمه یک دختر 19 ساله تاجیک در شهر قزان. بازداشت ساکن بوستان قلعه برای کشتار راننده تاکسی در شهر باختر. و اکنون تفصیلات خبرها. در دوام سال گذشته 2023 در قلمرو تاجیکستان از جانب مقامات گوناگون در مجموع 5 تن 282 کیلو و 814 گرم مواد نشه‌آور مصادره کرده شده است که در مقایسه با نزدیک 5 تن دقیق تر از 4 تن و 991 کیلو مواد مخدر سال 2022 مصادره شده 29 کیلو یا 5.8% زیادتر می باشد. این آمار روز 5 فوریه سال 2024 در نشست خبری رهبر نوی اگنتی مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان گنرال مایور ظفر صمد که تازه هفته پیش به این مقام تعیین شد صدا داد. ظفر صمد گفتند کارمندان اگنتی در سال 2023 از معاملات غیر قانونی 495 کیلوگرم و 97 گرم مواد نشه‌آور را مصادره کردند که نسبت به سال 2022 25 کیلوگرم و 433 گرم یا 4.9% کم می باشد. در سال 2023 از جانب اگنتی 114 جنایت‌ها وابسته مواد نشه‌آور و دیگر نمود جنایت‌ها آشکار کرده شده است که این نشان دهنده نسبت به سال 2022 17.4% یا 24 جنایت کم می باشد. در عموم دوام سال 2023 در تاجیکستان 699 جنایت مربوط به قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر آشکار کرده شده است. در سال 2023 تنها از جانب اگنتی 41 گروه جنایتی در هیئت 77 نفر همچنین یک گروه متشکل جنایت پیشه آشکار و قطع کرده شده است. در این دوره 10 شخص در کوفتکوف جنایتی قرار داشته معین و دستگیر کرده شدند. از جانب مفتشان اگنتی پرونده جنایتی به پیشبرد قبول کرده شده 145 پرونده جنایتی آغاز کرده شده است. از این 77 پرونده جنایتی نسبت 111 نفر به سودها ارسال گردیده. در این رابطه به مال و ملک جنایتکاران به مبلغ 404,300 سامانی به حبس گذاشته شده است که این نظر به 1,881,330 سامانی مال و ملک سال 2022 حبس شده قاچاقبران مواد مخدر قریب 5 مرتبه کمتر است. در سال 2023 از جانب اگنتی با مقامات روسیه 2 عملیات مشترک گذرانده شده از معاملات غیر قانونی در مجموع 38 کیلو مواد نشه‌آور مصادره گردید. قرار معلوم یک قسمت مواد مخدری که از طرف تاجیکستان قاچاق می شود در حدود جمهوری با معاملات برآورده می شود و این باعث در سالهای آخر افزودن شماره معتادان مواد مخدر در کشور شده است. طبق آمار رسمی در جمهوری به حالت 1 ژانویه سال 2024 4160 نفر نشه‌مند ثبت نام شدند که این نشان دهنده نسبت به 4381 معتاد سال 2022 ثبت شده 221 نفر یا 5% کمتر است. بر اساس آمار رسمی امروز در تاجیکستان بر 100,000 اهالی 41 بیمار نشه‌مند راست می آید. اما ناظران امور بر اینند که شماره واقعی معتادان مواد مخدر در تاجیکستان خیلی و حتی به مراتب بیشتر از این امور است. پهلوی دیگر نگرانی کننده این است که از تعداد عمومی بیماران نشه‌مند 107 نفر را زنها تشکیل می دهند که نسبت به سال قبلی شماره آنها 6 نفر زیاد شده است. ولی بازم به عقیده ناظران امور شماره زنان نشه‌مند هم خیلی بیشتر از آمار رسمی است. تاجیکستان که با افغانستان منبع اساسی تولید هیروئین، افیون و حشیش دنیا 1425 کیلومتر مرز مشترک دارد، در سالهای آخر به یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی به بازارهای سیاه شمال سیاره اساساً به روسیه و قزاقستان تبدیل یافته است. از تقریباً 7000 تاجیکستانی که در زندانهای روسیه ادای جزا می‌کنند، تقریباً 4/1 برای جنایت‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر زندانی شدند. امریکا در پاسخ به حمله روز 28 هواپیماهای بی‌سرنشین به پایگاه‌های نظامیش در قلمرو اردن که باعث کشته شدن 3 سرباز و مجروح گردیدن زیاده از 40 نظامی شده بود، شب 3 فوریه سال 2024 به 85 هدف در قلمرو عراق و سوریه حمله هوایی انجام داد
بنا به گفته ارتش امریکا و وزارت دفاع این کشور، نیروهای امریکا در عراق و سوریه، قرارگاه‌های نیروهای قدس، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و گروه‌های نیمه نظامی وابسته به ایران را مورد حمله قرار دادند. لوید اوستین وزیر دفاع امریکا تاکید کرد که 85 انشاءات مربوط به 7 سازمان و نهادهای مختلف وابسته به جمهوری اسلامی ایران هدف قرار داده شدند. بنا به باور او، محض گروه‌های وابسته به ایران پایگاه‌های نظامی امریکا را در عراق و سوریه هدف حمله قرار می‌دهند. از این لحاظ جو بایدن به او دستور داده است که به نیروهای مورد حمایه ایران و همچنین نیروهای قدس ایران به دلیل حمله‌هایشان به موضع‌های امریکا و ائتلاف نظام بین المللی ضد داعش پاسخ دهند. همچنین وزیر دفاع امریکا تاکید کرد که این حمله ها تنها آغاز واکنش امریکا به کشته شدن سربازان امریکایی از جانب نظامیان تحت حمایه ایران است. اما در همین حال دولت سوریه در واکنش به مورد حمله قرار گرفتن خاک خود از سوی نیروهای هوایی امریکا گفته است که اشغال خاک سوریه نمیتواند ادامه پیدا کند. در بیانیه‌ای که خبرگزاری دولتی سوریه سنا از نام ارتش سوریه نشر کرده است، آمده است که حمله های هوایی امریکا در سوریه بالای منطقه اهالی‌نشین صورت گرفته چندین کشته و تعداد زیادی را مجروح به جا گذاشت. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است که در این حمله های امریکا دست کم 6 نفر کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. شبکه تلویزیونی العربیه گزارش داده است که مناطق حیدریه و شبلی در ولایت المیادین سوریه هدف حمله قرار گرفتند. در نوبت خود دولت عراق نیز حمله های امریکا در خاک خود را محکوم کرده گفته است که حمله های امریکا استقلالات عراق را پایمال می کنند. نخست وزیر عراق محمد شیع سودانی در یک بیانیه گفت که در این حمله های امریکا به خاک عراق 16 تن کشته و 25 نفر دیگر زخمی شدند. او تاکید کرد که شماره زیاد کشتگان مردم آسایشته اند. سودانی از قبل آگاه نکردن مقامات امریکا برای حمله هوایی به خاکش کشورش را تایید نموده افزود که از این پس وجود نیروهای ائتلاف با رهبری امریکا در خاک عراق تهدید برای امنیت کشور است. سخنگوی حکومت عراق جنرال یحیی رسول با نشان اعتراض به مقامات امریکا گفته است که حمله های امریکا در خاک عراق عاقبت‌های فاجعه بار برای امنیت و ثبات عراق و منطقه خواهد داشت. وزارت کارهای خارجه ایران حمله های هوایی امریکا در عراق و سوریه را شدیداً محکوم نموده این حمله ها را نقض حاکمیت و تمامیت ارضی عراق و سوریه و همچنین حقوق بین المللی و نقض سریع آیین‌نامه سازمان ملل خواند. همچنین یادآور شد که این حمله ها اقدام ماجراجویانه بوده امریکا را بیشتر از قبل در منطقه درگیر می کند. ایران در نوبت خود دست داشتنش به حمله ها به پایگاه های امریکا در عراق و سوریه را رد نموده تکرار به تکرار می گوید که این گروه ها در اقدامگیری هایشان آزادند و با تهران مصلحت یا مشورت نمی کنند. پس از کشته شدن 3 سرباز امریکایی در اردن در پایگاه های نظامی برج 22 برخی سیاستمداران امریکا و رسانه های این کشور از پرزیدنت جو بایدن خواسته بودند که تا موضع‌های را در خاک ایران مورد هدف قرار دهند، اما گفته می شود که جانب ایران از راه‌های دیپلماتی توسط قطر و عراق و هم توسط مطبوعات به کاخ سفید هشدار دادند که در صورت مورد حمله قرار گرفتن قلمرو ایران جواب‌های دندان شکن خواهند داد. اکبر شریفی سخنگوی رئیس وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت روز 3 فوریه سال 2024 در نشر نوبتی برنامه تلویزیونی ملیت خبر میدهد از آشکار شدن 2 مناقشه خونین اویلوی در شهر استرافشان خبر داد. در یک حالت ساکن شهرک وحدت برادر خونی خودش را کار زده است و در یک حالت دیگر داماد از پنجکند همسر حامله‌اش را. از جمله ساکن شهر وحدت جماعت گل سرخ محمود شاهروز سال تولد 1994 شب 28 ژانویه سال 2024 تقریبا ساعت 22 در حالت مستی به قفل سینه برادرش یک ضربه کار زده به او جراحت برای سلامتی خفناک رسانیده است. شادمهر محمودی که حالا در بیمارستان تحت تبابت قرار دارد در این گزارش نقل کرد که این حادثه در پیش چشمان مادرش رخ داد. یک مشت زدم که وی کارد را گرفت. من خودم را دور گرفتم و سپس خواستم که
کرد رو از دستش گیرم، تو که به مادر و اکویم که در خونه بودند نزند مبادو. در همین وقت چه خیلی شد که کرد رو زد. من تو نفهمیدم موندم که چه خیلی کرد به بدنم در آمد و باز بر آمد. نقل کرد شادمیر محمودی از روی کت بیمارستان. شفقت سلطانوف طبیب جراح میگوید شادمیر محمدی رو با جراحت طرف راست قفس سینه و دریدن قسمت پایان شش بستری کرده بودند و به بالای این هنگام جراحی بیمار خون زیاد رو تلف داد، اما به طبیبان میسر شد که بیمار رو از چنگ مرگ نجودند. اکبر شریفی سبب مناقشه برادران همخون را نافهمی اویلوی در زمینه نوچیز معیشی مینامد و میگوید از میر زیاد نوشیدن مشروبات و هر تصمیمی که در حالت مستی و خشم و غضب گرفته می شود می تواند با چنین عاقبت‌های ناگوار بوی شود. خود شاهروز محمودوف که حالا با اتهام رسانیدن آسیب وزنی به سلامتی در حبس قرار دارد جریان حادثه را چنین نقل کرد: من در مهمانخانه دراز کشیدم، موسیقی گوش میکردم. وی طلب کرد که موسیقی را پس کنم. من کمی پس کردم و به گوش کردن ادامه دادم، ولی طبع وی ناخوش بود. آمد و مرا 4 مراتب زد. از این جهل منم آمد و در هوای مستی یکی زدم. نمیخواستم و به ناگاه چه خیلی شد. همین طور شام 19 ینور سال 2024 تقریبا ساعت 19 شهروند اسد و شهزاد سال تولدش 2000 زاده شهر پنجکند موقتا ساکن دیهه قلچه بکوول در کنار شهر استرفشن به شکم همسرش نورخلو و خورشیده یک ضرب کرد زده به او جراحت وزنی جسمانی رسانیده است، اون هم در حالی که خورشیده حامل بود. شهزاد اسدوف در برنامه اعتراف کرد که مناقشه آنها در زمینه رشک سر زده است. او گفت من با تلفن با یک زن بیگانه گپ میزدم که وی ناگهان به خانه در آمد و جنجال را سر کرد. من تو شپوتیش زدم و گفتم که جیمشین، ولی وی باز بلندتر غلوغلا کرد. مسکی بودم نفهمیده چه خیلی کرد به وی رسیده است. خوشبختانه با کمک طبیبان توانستند هم خورشیده نورقلو و هم طفل بطنی او را از مرگ نجودیند. اما اکنون به شاهروز محمودوف و شهزاد اسدوف بر اساس ماده 112 کودکس جنایتی تاجیکستان برای رسانیدن آسیب وزنی به سلامتی چند سال زندان تهدید میکند. وقتهای آخر از تاجیکستان درباره کشتار یا سوءقصد به کشتار خویشاوندان نزدیک در جریان مناقشه‌های اویلوی خبرهای زیاد به دست میرسند. در بیشتر موردها شوهران و اساساً در زمینه رشک قصد جان همسران خود میکنند. در روابط تاجیکستان و قرقیزستان بعد چندین سال پر از تنش‌ها که ناظران امور حتی جنگ سرد عنوانش میکردند، بالاخره شکستن یخ‌های این جنگ سرد و گرمشوی مناسبت‌ها به نظر می‌رسد. وزیر کارهای خارجه قرقیزستان ژنبک قلیبایف روزهای 4 و 5 فوریه سال 2024 از دوشنبه بازدید کرد. بنا به اطلاع رسمی قلیبایف در جریان این سفر با همتای تاجیکش سراج‌الدین موردین و پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان مسائل مربوط مناسبت‌های تاجیکستان و قرقیزستان را بررسی کرد. همچنین با رهبری اداره سیاسی خارجی تاجیکستان برنامه همکاری وزارت‌های کارهای خارجی دو کشور برای سالهای 2024 و 2025 را امضا کرده است. گفتنی است که وزیر خارجه قرقیزستان بعد مناقشه‌های خونین سال 2021 و 2022 در مرز تاجیکستان و قرقیزستان که 100 کشته و زخمی به جا گذاشت، بار اول با سفر رسمی از تاجیکستان بازدید کرد. همچنین روز 5 فوریه سال 2024 خبر آمد که در جریان واخوری نوبتی گروه‌های توپوگرافی و کاری مسائل حقوقی ایالت‌های حکومت تاجیکستان و قرقیزستان عاید به دلیمیتاسیا و دیمارکاسیای سرحد دولتی که 30 ینور تا 5 فوریه سال 2024 در شهر بادقند قرقیزستان دایر شد، گروه‌های کاری توپوگرافی باز 371 کیلومتر از قطعه‌های باسی در سرحد دولتی تاجیکستان و قرقیزستان را موافقه کردند. درباره اینکه این دفعه در مذاکرات در بادقند کدام قطعه‌های باسی مرز مشخص کرده شد، جانب‌ها یگان تفصیلات ندادند. مذاکرات مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان بعد چندین سال رکود تازه از ماه اکتبر سال 2023 یک باره صورت گرفت و در 3 ماه اخیر دو جانب توانستند علاقه 191 کیلومتر قطعه‌های باسی مرزی را مشخص کنند. رئیس جمهور قرقیزستان صادر جباروف ماه دکامبر اظهار داشت که بیشکک و دوشنبه علاقه در بهار سال 2024 مذاکرات مرزی را به پایان خواهند رساند. جانب تاجیکستان این خوشبینی جانب دیگر را مستقیما تصدیق یا رد نکرده است، ولی روز 2 ینور سال 2024 وزیر کارهای خارجه ترکیه حاکم فیدان در دوشنبه
در پی ملاقاتش با پرزیدنت تاجیکستان و با تکیه به سخنهای امامعلی رحمان خبر داد که سازشنامه تعیین و علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرقیزستان علاقه ماه مارت سال جاری به امضا میرسد. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. شب 3 فوریه سال 2024 بر اثر صدمه 3 ماشین در شهر قزان پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه 4 نفر از جمله 3 زاده تاجیکستان با شمول یک کودک 2 ساله جراحت برداشتند. گاهی شهر قزان در تلگرام کانالش یک دختر 19 ساله از تاجیکستان راننده ماشین تمغه خوندای سالیاریس گناهکار این صدمه می‌شمارد. گفته می شود این دختر تازه روز 1 فوریه از تاجیکستان به قزان آمده، الکی بعد 2 روز آمدنش دچار صدمه شده است. گاهی قزان در گزارشش گفت شب 3 فوریه سال 2024 ساعت 21:50 بنا به معلومات مقدماتی یک دختر 19 ساله زاده جمهوری تاجیکستان که تازه روز 1 فوریه وارد قلمرو روسیه شده است، هنگام راندن ماشین تمغه خوندای سالیاریس که در کوچه مولانور وایدوف قاعده های حرکت در روی روسیه رو ویران کرده به سمت مقابل رو برآمده و به ماشین تمغه نیسان تحت اداره ساکن 42 ساله جمهوری تاتارستان برخورد. بعد این برخورد نیسان از راهش بیجا شده به ماشین تمغه مرسدس بنز تحت اداره ساکن 19 ساله شهر قزان برخورده است. بنا به اطلاع گاهی قزان در نتیجه صدمه یک باره 3 ماشین و 4 نفر جراحات مختلف برداشته در بیمارستان بستری کرده شدند. از جمله دختر 19 ساله راننده هیوندای جراحت‌های آمیخته برداشته، لب پایان و قفس سینه‌اش آسیب دیده است و استخوان‌های زانو، سر سینه و پایش شکستند. مسافر 27 ساله هیوندای نیز زاده تاجیکستان با زخم پیشانی و جراحت‌های رو بستری کرده شده است. مسافر نابالغ هیوندای کودک سال تولدش 2022 از قسمت کاسه‌خانه مغز سرش آسیب و جراحت برداشته است. راننده 42 ساله نیسان از سر دو زانویش و هم از قفس سینه‌اش مجروح شده است. گفته می شود در رابطه با این حادثه جهت گشودن پرونده ماموری و برای انداختن تفتیشات ماموری خلاصه دادند. گاهی قزان گفت جزئیات حادثه تحقیق کرده می شود. تفسیر دیگری صدمه نشر نشده است. گاهی قزان در انجام گزارشش از همه رانندگان و دیگر اشتراکچیان حرکت راه خواسته است که قاعده های حرکت را بدون چون و چرا اجرا کنند و به این طریق هم حیات و سلامتی خود را حفظ کنند و هم جان دیگران را به خطر ناندازند. برادر کلانی شاعر شناخته تاجیک شادروان لایق شیرالی در سن 88 از عالم چشم پوشید. مراسم نماز جنازه و دفن مرحوم روز 5 فوریه سال 2024 در دهه قصر در کنار شهر پنجکند برگزار می شود. عبدالحمید صمد نویسنده شناخته تاجیک در سوگنامه در فیسبوک نوشت که خبر ناخوش برادر بزرگ استاد زنده‌یاد لایق شیرالی قاری شریف در سن 88 دنیای فانی را پدرود گفتند. انسان نجیب، آموزگار نادر، شکسته‌بند کم نظیر بودند. قاری شریف شیرالی سال 1936 در دهه مزار شریف پنجکند به دنیا آمده آموزشگاه آموزگاری شهر پنجکند را ختم کرده است. او سالهای زیادی در مکتب‌های دهه‌های مزار شریف و قصر آموزگاری کرده، همچنین کسب اولادی شکسته‌بندی را از پدر به میراث گرفته بود و شکسته‌بندهای معروف در وادی زرافشان به شمار می رفت. لایق شیرالی به این برادر یگانش میری به اندازه داشت و همیشه می گفت که اگر در وقتش قاری شریف روزگار خانواده و کسب پدری را پیشه نمی گرفت و او را برای تحصیل در دوشنبه فاتحه راه نمی داد، شاید هیچگاه به این مرتبه که دارد نمی رسید. شاعر شناخته کمال نصرالله نیز از رفتن قاری شریف شیرالی اظهار اندوه کرده نوشته است که دریغ اکای قاری شریف فرزانه انسانی بودند، عزیزترین بودند برای استاد لایق، یادشون بخیر. سفر عبدالله ادبیاتشناس نامدار تاجیک و از دوستان خانواده لایق و برادرش نیز در گذشت قاری شریف شیرالی را تسلیت گفته است. قاری شریف هم گذشتند، مرد شریف و دوست داشتنی بودند. خداوند بیامرزد و در بهشت بر این جای دهد. در تربیت استاد فقید لایق نقش موثر داشتند. نام و یادشان گرامی بود.
ژورنالیست عادل ناظر در مطلب با نام یگانه برادر به جای پدر از جایگاه قاری شریف شیرعلی در زندگی استاد لایق ستایش کرده است. او می نویسد استاد لایق شیرعلی در اپیگراف یک شعرشون که به قاری شریف شیرعلی بخشیدند به یگانه برادرم به جای پدرم گفتند شعرم خیلی دردناک است. بسا بستی دست و پای شکسته دلی تو شکسته کسی یش نبسته. به جای پدر خاندان برادر به سبب نیست، زیرا اگر قاری شریف شیرعلی نمی بود شاید استاد لایق به مرتبه های بلند نمی رسید. ماز با دستگیری و مهربانی های برادر استاد لایق به دوشنبه آمد و شعرش عالمگیر شد. ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان روز 5 فوریه سال 2024 از بازداشت ساکن 35 ساله جماعت بوستون قلعه با اتهام آدمکشی خبر داد. بنا به اطلاع میلیسیا روز 4 فوریه سال 2024 در حدود شهر بختر شخص نامعلوم با استفاده از آلات برنده راننده تاکسی جوان 28 ساله ساکن شهر بختر را به هلاکت رسانده از جای حادثه فرار کرد. در نتیجه برگزاری چاله‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیای ختلان با گذشت یک شبانه روز گمانبر جنایت وزنین دستگیر شد که این رسولوف رستم جان محمد شریپوویچ سال تولد 1989 زاده و استقامت کننده نایه کوشانیان جماعت بوستان قلعه می باشد. این حال بازداشت شده در حبس پیشکی قرار دارد و نسبتش از جانب دادستانی ولایت ختلان طبق طلبات ماده 104 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایی آغاز کرده شده. سبب‌های اصلی دست زدن گمانبر به چنین اعمال زشت معین کرده می شوند. گفته می شود در خبر ماده 104 همچون جزا برای آدمکشی از 8 تا 15 سال زندان را مقرر کرده است. بنا به آمار وزارت کارهای داخله در نیمه اول سال 2023 در تاجیکستان 24 مورد آدمکشی و سوء قصد به کشتار و همچنین 54 حالت قصداً رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی ثبت شده است. سال 2022 در جمهوری 58 کشتار و سوء قصد به آدمکشی و 131 حالت قصداً رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی ثبت شده بود. هرچند آمار چنین جنایت‌های وزنین یک کمی رو به کاهش آورده است ولی باز هم نگران کننده باقی میماند. 1 فوریه سال 2024 تقریبا ساعت 17:50 راننده автомاشین تمغه کیا ارایموف عبدالسعود سال تولد 1999 ساکن شهر بختر هنگام حرکت از سمت نویه خراسان به سمت شهر بختر واقع در حدود محلی دوستی شهر مذکور از سوی دوره واسطه نقلیات نبرآمده دوچرخران اسماعیلوف شیرعلی سال تولدش 1945 ساکن شهر بختر را پخش نموده است. در نتیجه دوچرخران اسماعیلوف جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه دسترس نمودن در راه به هلاکت رسیده است. اوید به این حادثه تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه اسماعیل سامونی با عریضه مرد 28 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 20 نوامبر سال 2023 در کوچه قورو شهر دوشنبه جوان 24 ساله ساکن همین نویه با روی فریب به باوریش در آمده از او 290,000 سومانی گرفته وعده داده است که در مدت یک ماه از خارجه به او داد دفترماشین سبکرو برقی آورده می‌دهد. اما گمانبر شونده مبلغ را به منفعت شخصیش صرف نموده تا حال او را فریب داده گشته است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. و شعبه وزارت کارهای داخله در نویه فردوسی عریضه مرد 30 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که شب 22 و 23 ژانویه سال 2024 شخصان نامعلوم با روی پنهانی شیشه автомاشین شخصی تمغه خوندای را که در کوچه بورباد پایتخت به نظارت می ایستاد شکسته از داخلش 12,000 سومانی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا نابالغان 15 و 16 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شدند. از روی این حادثه و تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.